آژانسی نفقه و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان که قسمی از مبلغ‌های فوند نفقه را در تاجیک صادرات بانک امانت گذاشته بود، این بانک را به دادگاه عالی اقتصادی کشیده است. گپ درباره رویانیدن 2,388,000 سامانی به فایده آژانسی نفقه می رود. یک مصاحب رادیو آزادی در آژانسی نفقه و حفظ اجتماعی تاجیکستان که نخواست نامش برده شود گفت این مبلغ درصدی پول‌هایی است که در تاجیک صادرات بانک به امانت گذاشته شده بودند. او گفت چون تاجیک صادرات بانک سری وقت مبلغ و فایزها را بازپس نداد، آژانسی از این زیان دید و موافق شرطنامه امانتگذاری از بانک همچنان پرداخت جریمه و یا نااستوانه را طلب داریم. آژانسی نفقه و حفظ اجتماعی در گذشته بیش از 200 میلیون سامانی مبلغ آزاد فوند نفقه را با بهره سالانه 2% در تاجیک صادرات بانک امانت گذاشته بود. شیرعلی رحمانوف رهبر خدمات مطبوعاتی تاجیک صادرات بانک روز 25 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت بانک مبلغ‌های آژانسی و نفقه حفظ اجتماعی را به پورگی بازپس داده است. او گفت لیکن به خاطر اونکه حجم پول نقد یا حجم چقدر میگن ماسه پول در اقتصادیات زیاد نشه که این با کویشوبی قربی دلار آورده میرسوند، برای همین هر یک میزوج امروز در دوره اجرای عهدهداری مرحله‌ای قرار دارند. یعنی ما هر یک میزوج رو طبق درخواستش مرحله به مرحله درخواستش رو اجرا می‌نماییم. رحمانوف افزود حالا تاجیک صادرات بانک تصمیم گرفته است که با شکایت جوابی به دادگاه مبلغ‌های اضافی را از آژانسی نفقه بستاند. تاجیک صادرات بانک یکی از 5 بانک‌های بزرگ تجارتی تاجیکستان است که از سال 2006 به این سو دچار مشکل مالی شد و در پرداخت معاش و پول امانتگزارانش عاجز ماند. این بود که حکومت تاجیکستان سال 2016 با اختصاص بیش از 2 میلیارد سامانی قرض این بانک را از ورطه مفلس شوی نجات داد. اما به نظر می رسد اکثریت این مبلغ‌ها باز هم برای بازگرداندن امانت‌های اداره‌های دولتی روانه شده است. این است که تاجیک صادرات بانک هنوز به پورگی از مشکل رها نشده است و در پرداخت پول امانتگزارانش عاجزی می‌کشد. ضمناً حکومت تاجیکستان در قرار مربوط به جدا کردن قرض برای نجات بانک‌های کشور از حساب دولت دستور داد که همه مبلغ‌های مربوط به آژانسی نفقه در صورت حساب مخصوصی وزارت مالیه نگاه داشته شود. با این قرار حکومت در بانک‌های تجارتی کشور من بعد به امانت گذاشتن مبلغ‌های آژانسی نفقه را منع کرد. چندی از بانک‌های بزرگ کشور دچار بحران شدند و ظاهراً خود حکومت بنابر زیاد بودن خوف بازپس نگشتن پول نفقه خوران در بانک‌ها گذاشتن آن را منع کرد. آژانسی نفقه و حفظ اجتماعی تاجیکستان مسئول جمع‌آوری پرداخت‌های اجتماعی و تعیین کردن نفقه در تاجیکستان است. بنابر اطلاع آخر این آژانسی عین زمان در تاجیکستان 665,078 نفر بازنشستگان نفقه می‌گیرند. اندازه میانه نفقه در تاجیکستان عین زمان به 270 سامانی معادل $30 آمریکایی است.